ساکنان شهر و دهات اسفره عید خجسته نوروز بین المللی را با شکرانه دولت صاحب استقلال، وحدت ملی، روند با سرعت معرکه بنیادکاری و سازندگی و گرامی داشت سنت های نیک اجدادی با شکوه و شهامت خاصه تجلیل نمودند. چاره‌بینی های اساسی نوروزی در شهر اسفره در یکی از موضع های زیبای شهر گلباغ و میدانی به نام اسماعیل سامانی صورت گرفتند. در درآمدگاه نوروزگاه در راستای خیمه های ایدانه با رعایت عنعنه های ملی، سفره های نوروزی 7 سین و 7 شین و طعام های ملی خاص نوروز، شیرینی های ملی، سومنک، محصولات ساحه های صنعت و کشاورزی، هنرهای مردمی از قبیل قالین بافی، بافندگی، سوزنی دوزی، کلالگری و زردوزی، قراق دوزی و گهواره سازی به نمایش گذاشته شده بودند. مردم در گوشه و کنار نوروزگاه با صفت و ترانه، اجرای سنت های نوروزی و نمایش صنعت پرغناوت ملی تاجیکستان صاحب استقلال، مهنت بنیادکارانه و پرشرف مردم آن، فضای آسوده و آرام وطن محبوب و آرزو و آرمان‌های ملت کهن بنیاد تاجیک را ستایش می‌کردند. مسابقه های ورزشی و آزمون‌های مختلف با جالبیت و شفق‌آوری روحیه اهل ایدگاه را بالیده‌تر می‌گردانید. اهل تنتنه جشن فرخنده نوروز را رئیس شهر اسفره و نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت با جشن نوروز بین المللی تبریک نموده از جمله تذکر دادند که نوروز از جشن‌های کهن تاجیکان محسوب یافته در سال‌های صاحب استقلالی سنت‌های خاص نوروزی احیا گردیده، محض با تلاش‌های پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نوروز دوباره در سرخط جشن‌های ملی تاجیکان قرار گرفت و به جشن و سرور عمومی ملی تبدیل یافت. ضمناً گفته شد که سنت بهترین نوروز بخشش گناه‌ها، نوازش یتیمان و عیادت معیوبان و خیر و سخاوت به درماندگان و نیازمندان است. تا فرارسی سال نو را همگان با شادی و خرسندی استقبال نمایند. یعنی نوروز از قدیمترین و بشردوستترین جشن‌های روی زمین، جشن برابری انسانیت، آیین دوستی و صمیمیت، تحملگرایی و از دلها بیرون انداختن کینه و عداوت محسوب می شود. همزمان تأکید گردید که ساکنان شرفمند اسفره چون دیگر هموطنان شکرگزاری از آن می نمایند که با اقدام نجیب و شایسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، عید ملی و اجدادی ما نوروز در سطح جهانی همچون رمز دوستی خلق‌های صاحب فرهنگ و تمدن پیشه با شهامت خاصه تجلیل می‌گردد. جهانی گردیدن این جشن اجدادی از آن گواهی می‌دهد که در شرایط کنونی واقعاً تشبس‌های سرور دولت ما همچون ابتکار انسانگرایانه و افاده‌گر نیازهای بشریت از سوی جامعه جهانی استقبال صمیمی پیدا نموده، موقع و مقام کشور صاحب تمدن ما را در عرصه عالم بالا می‌بردارد. امروز این جشن باستانی و فرخنده را اهل سیاره همچون نشانه احیای طبیعت، رمز صلح و دوستی، وسعت آبادکاری و سازندگی و رابطه های نیک بین خلق و ملت های گوناگون دنیا استقبال می گیرند. همگان در محفل نوروزی امید و نیت برار و برکت کارهای آبادانی و سازندگی را از نوروزی فرخنده پی می کردند. این آرزو و تمنیات همگان در برنامه رنگین و پرمحتوای کنسرتی سرشار شکرانه بهار و نوروز، طبیعت زیبا و آسمان صاف و احساسات نجیب ایام شکوفایی با اشتراک صنعتکاران بخش فرهنگ شهر نیز تجسم یافت.